یک بار برای همیشه انواع آنزیم‌های DNA پلیمراز در یوکاریوت‌ها و وظایفشون رو یاد بگیریم. آنزیم DNA پلیمراز آلفا. این آنزیم در همانندسازی DNA سلول‌های یوکاریوتی نقش اصلی و مرکزی رو داره و عمل پلیمریزاسیون DNA به صورت قطعات اوکازاکی رو به عهده داره و در تبدیل شدن رشته تأخیری یا لگینگ نقش داره. همچنین فعالیت پرایمازی برای ساخت RNA آغازگر یا پرایمر رو به عهده داره و مشابه DNA پلیمراز 3 پروکاریوت ها عمل میکنه ولی نمیتونه رشته راهنما یا لیدینگ رو بسازه. قبل از ادامه درس این ویدیو رو سیو کن تا بارها ببینی و برای دوستات که بهشون نیاز دارن ارسال کن. آنزیم DNA پلیمراز بتا، آنزیم هسته‌ای که نقش ترمیم کننده بخش‌های آسیب دیده DNA رو به عهده داره و در اصلاح و تعمیر DNA عمل میکنه. سرعت عمل این آنزیم پایینه و خاصیت اگزونوکلئازی نداره. آنزیم DNA پلیمراز گاما در میتوکندری و در کلروپلاست به وسیله ژنوم هسته‌ای کدگذاری میشه و در سیتوپلاسم ساخته میشه. سپس وارد میتوکندری میشه و عمل همانندسازی DNA میتوکندری یا mtDNA رو به روش دی-لوپ انجام میده. DNA پلیمراز بعدی دلتا هست که رشته راهنمای لیدینگ رو میسازه. DNA پلیمراز دلتا فعالیت پرایماز نداره و RNA آغازگر نمیسازه. میزان سرعت عمل این آنزیم وابسته به PCNA هست و خاصیت اگزونوکلئازی 3' به 5' داره. چرخ رولینگ کلمپ این آنزیم PCNA نام داره که فعالیت ممتد اون رو افزایش میده. آنزیم DNA پلیمراز اپسیلون نقش ترمیم کننده بخشای آسیب دیده DNA رو به عهده داره. همچنین در همانندسازی و پلیمریزاسیون DNA هسته‌ای شرکت میکنه و خصوصیاتش مانند DNA پلیمراز دلتا هست و هنگام ترمیم میتونه جانشین اون باشه. سرعت عمل این آنزیم بسیار زیاده و خاصیت اگزونوکلئازی 3' به 5' داره و میتونه اشتباهات رو تصحیح کنه. پیج رو حتما دنبال کن تا اولین نفری باشه که مطالب کنکوری و ویدیویی رو یاد میگیری.